محمد اقبال صدرالدین سردبیر کانال اپوزیسیونی اسلو تیوی روز 2 اکتبر سال 2023 خبر داد که مقامات تاجیکستان و روسیه در مورد به دوشنبه سپردن دلشاد سیدمرادوف معروف به لقب‌های دلشاد اسبه موافقت کردند. دلشاد اسبه مورد معامله مقامات تاجیکستان و روسیه قرار گرفت. منابع اسلامی گویند 3 روز است که دلشاد اسبه تحت بازپرسی مفتشان در دوشنبه قرار دارد. چرا تا حال مقامات خاموشند؟ نوشت محمد اقبال صدرالدین در صحیفه‌اش در فیسبوک. مقامات تاجیکستان تا کنون این خبر را رد و تصدیق نکردند. منابع غیر رسمی میگویند آوازه‌های در این باره در بین مقامات چرخ میزنند، ولی اگر دلشاد سیدمرادوف را آورده باشند او را از چشم عامه خیلی سخت پنهان کردند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 2 اکتبر به پایگاه خبری بامداد گفت همه چیز در این قضیه در دست مسکو بود. اگر راضی شده باشد بازداشت و به تاجیکستان آوردنش دیگر دو کره دو است. دلشاد اسبه کارمند سابق نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان که تجربه کاری در وزارت کارهای داخلی، اگنتی مبارزه با کروپسیا و بخش مبارزه با جنایت‌های کیبرنتیکی دوستان کل جمهوری تاجیکستان داشت، متهم اساسی در پرونده ربودن و قتل معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت الله به شمار می‌رود. باور می‌رود که نقشه ربودن بانکدار معروف را از دلشاد سیدمرادوف کشیده. به این کار چند نفر دیگر کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق بر سبب رونده شده را جمع آورده است. شام 23 ایون سال 2023 5 نفر از آدمربایان دلشاد سیدمرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف بعد چندین روز تعقیب معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت الله را از نزد منزلش در مرکز دوشنبه به ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته شده در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزا بردند. اسمت الله دیگر به این عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمت الله را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست از موضع سرازم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کرده روز 3 آگوست به خاک سپردند.